و با نظر داشت ظرفیت انرژی برق شبکه 20 کیلوولت پل خراسان برای جذب سرمایه گذاری، رشد اقتصاد، ایجاد شرکت‌های تولیدی، اشتغال زایی و بهبود شرایط اقتصادی حائز اهمیت بوده و سهولت‌های چشمگیری را می‌توان ایجاد نمود و سبب تشویق تجار ملی برای ایجاد سرمایه گذاری می‌گردد. و ما متحد به این هستیم که با ادامه چنین پروژه های زیربنایی با حمایت های خوب مالی حکومت امارت اسلامی افغانستان و ریاست عمومی اجرایی افغانستان برشنا شرکت و با زحمات تلاش های شب و روزی زمینه ایجاد یک سیستم برقرارسانی مطمئن و استاندارد را برای مردم عزیزمان فراهم نماییم. و در آخر مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه مقام و محترم عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله و رئیس عمومی اجرایی افغانستان برشنا شرکت در زمینه پیشبرد اهداف در محیط کار تقدیم می داریم. تشکر.